با درود بینندگان عزیز، شما برنامه خبری رادیو زودی رو مستقیما تماشا دارید. من شالوگل خوجه هستم در استودیو همراهتون. در 10 دقیقه دیگر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم داشت. خطر جمع شود و یا کمک فعالان به شفاخانه های کلاب برای مقابله با کرونا ویروس. در مسکو گوشه‌نشینی ادامه خواهد یافت، اما کارخانه های صنعتی و ساختمان ها کارشان را از سر میگیرند. از 12 می نه قسمی از کارخانه های صنعتی و ساختمان ها بلکه همه کارخانه ها و ساختمان ها دوباره فعال گردند. طبیب در ناحیه رشت خود را از کووید 19 با داروی بوست تبابت کرده است. وزارت تندرستی هشدار می‌دهد که تبابت و خود معالجه باید در اساس پروتکل باشد. صندوق بین‌المللی پول برای کمک به اقتصاد آسیب دیده تاجیکستان از بحران کرونا ویروس 189 میلیون دلار جدا می‌کند. پولی که به تاجیکستان داده می‌شود به گفته این مؤسسه مالی احتیاجات قابل ملاحظه کشور برای عملی کردن چاره‌های ضد بحرانی را برآورده می‌سازد. عین زمان گروه‌های اختیاریان در شهرهای اساسی کشور برای تامین پزشکان با خوراک و لباس محافظتی و دستپوش و نقاب طبی مبلغ جمع می‌آورند. محمود جان رحمت‌زاده از کلاب گزارش می‌دهد. یک گروه از فعالان جامعه و شخصان سخاوتمند در شهر کلاب به بیمارخانه‌های شهر کمک کردند. معرکه جمع‌آوری مبلغ را توسط شبکه‌های اجتماعی به راه ماندند و شخصان خیرها به آن پیوستند. بیمارخانه‌های کلاب به گفته فعالان گروه به مواد طبی، بهداشتی و طبیبان به لباس‌های محافظتی نیاز دارند. مقصد این اقدام تامین نمودن بیمارخانه‌های منطقه کلاب، کارگران بیمارخانه‌ها، اینچنین بیماران با موادهای لوازمات بهبود سلامتی، لباس‌های مخصوصی محافظتی، ماده‌های بی‌ضررگردانه و غیره تامین نموده کمی هم باشد به همین وسیله سهم خود را گذاریم. با گفته فعالان گروه در نوبت اول با مبلغ 63,000 سومانی اساساً نقاب‌های طبی، دستگاه‌های حرارتسنج، لباس‌های حفاظتی و موادهای بهداشتی خریداری شد. کمک‌ها را به مسئولین بیمارخانه‌ها تقدیم کردند. فعالان گروه میگن این مرحله اولی کمک‌ها به بیمارستان‌های کلاب بوده، در آینده به دیگر بیمارستان‌های منطقه چنین کمک‌ها خواهند کرد. با پنهان شدن بیماری کووید 19 در بیمارخانه‌ها هم کمبودی مواد حفاظتی مشکل اصلی گشت. کمک ساکنان به بیمارخانه و طبیبان در حالی است که هنوز از ماه اپریل سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای علاهیده یک پای دیگر برای پیشگیری از پهن‌شوی کووید 19 به دوشنبه یاری مالی پیشنهاد کرد. تا به حال برای مبارزه با کرونا ویروس به تاجیکستان حدود 14 میلیون دلار و تست و دیگر اشیاء محافظتی کمک کرده اند. حالا که گروه‌های علاهیده برای کمک به پزشکان و عائله‌های کم‌بزاعت در شرایط کرونا ویروس مبلغ جمع می‌آورند و بعضی اداره‌ها معاش خود را به صورت حساب دولتی مبارزه با بیماری همگیر می‌گذرانند. ساکنان دعوت دارند که کمک‌ها به طور شفاف تقسیم شود. ضمناً وزارت بهداشت تاجیکستان روز 6 می اعلام کرد که تا امروز 379 مورد سیریت کرونا ویروسی نو را ثبت کرده است و 8 نفر از این بیماری فوتیدند. دادگاه ناحیه چریومشکی مسکو مهلت حبس پیشکی کرامتالله جبارов شهروند تاجیکستان را 2 ماه دیگر دراز کرد. او را روز 8 فوریه امسال در پی تشکیل صحنه شوخی‌آمیز کرونا ویروس و ثبت پرانک یا هزل در واگن مترو مسکو دستگیر کردند. کرامتالله جبارov با فحشی با مصلحت پیشکی متهم است. این امر به خاطر آن صورت گرفته است که در این عمل چند نفر شرکت کردند. با او تا 7 سال زندان تهدید می‌کند. مقامات میگویند فعلا یکی از همراهان او را جستجو دارند. در مسکو میمانیم. از هفته آینده در اینجا کارخانه‌های صنعتی و ساختمان‌ها فعالیت خود را برقرار می‌کنند. به همین ترتیب صدها هزار ساکن پایتخت روسیه امکان برگشتن به کار خود را خواهند داشت. در عین زمان رژه گوشه‌نشینی از بین برداشته نشده است و در مجموع اهالی باید هنوز در خانه بمانند. موضوع را طاهری سفر ادامه می‌دهد. سرگئی سابیانین شهردار مسکو روز چهارشنبه در جریان
ارزیابی سیرت کرونا ویروس گفت که فعلا برای دوباره فعال کردن مؤسسه‌های ساحه خدماتی معیشی شرایط مناسب نیست، ولی او پیشنهاد کرد سر از 12 می مؤسسه‌های صنعتی و ساختمان‌ها در شکل کامل به کار برگردند. Принять решение из 12 числа разрешить работу. از 12 می نه قسمی از کارخانه‌های صنعتی و ساختمان‌ها بلکه همه کارخانه‌ها و ساختمان‌ها دوباره فعال گردند. Я поддерживаю. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از پیشنهاد شهرداری مسکو درباره بازگشت به کار در مؤسسه‌های صنعتی و ساختمان دستگیری کرد. با اشاره به سیرت کرونا ویروس، رئیس جمهوری روسیه از 29 مارس در کشور رژیم گوشه‌نشینی جاری کرد. کارگران و خادمان را وعده داد که معاش میانه آنها را پرداخت می‌کند. در این روند صدها هزار مهاجر تاجیک هم که در روسیه کار می‌کنند گوشه‌نشین شدند. به قول آنها در حالتهای زیاد شغل آنها کاربی و یا ساعتبی بود و کاردهندگان در نسبت مهاجران کاری مسئولیت حس نمی‌کنند. روز چهارشنبه ستاد مبارزه با کووید در روسیه گفت در 4 روز اخیر هر روز شماره گرفتاران بیش از 10,000 بوده است. عموما در روسیه نزدیک 166,000 نفر گرفتار بیماری کووید 19 شدند و 1,537 نفر دیگر هلاک گردیدند. در ناحیه رشت شرق تاجیکستان دختر ادعا دارد که با استفاده داروی بیماری شوش بزها خود را از کووید 19 تبابت کرده است. اسم این دارو برای رادیو آزادی معلوم است، اما به دلیل آنکه مفید بودن آن به درمان کووید 19 هنوز اثبات نشده است از بردن نامش خودداری می‌ورزد. عبدالله اشورов با این پزشک سردختر بیمارخانه رشت است هم صحبت شد و حالا تفصیلات را از او میشنویم. عبدالله بفرما. بله شهلا، روز 6 می صحبتی داشتم با قابلجان گیویف، سرطبیبی بیمارخانه مرکزی ناحیه رشت. او گفت پس از معالجه یک کارمند حکومت ناحیه که از شهر دوشنبه برگشته بود، او نیز به بیماری کووید 19 گرفتار شد. سردختر بیمارخانه رشت میگوید ساعت به ساعت وضع سلامتیش بدتر شد تا حدی که امیدش را از زندگی کند. گیویف افزود بسیار کتاب‌ها را خواند، از اینترنت معلومات جستجو کرد و مشخص نبود که همین بیماری آدمان به پنیومانی بزها مانند است و به یادش همان داروی رسید که با آن پنیومانی بزها را تبابت می‌کردند و ترکیبش را دید که با داروی آدمان مانند است و توسط یک همسبقش که در داروخانه بیتاری کار می‌کرده است این دارو را دسترس کرده و همچنان با یک همشیره شفقت وصیت می‌کند که با مسئولیت خودش این دارو رو به بدن او گذراند. او گفت دارو رو آوردند و در آغاز 1 کوبیک 1 میلی لیتر این دارو رو به بدنش گذراند و وقتی که ریاکسیا یعنی واکنش نداد بدنش، گذراندن دارو رو ادامه دادند. بعد 15-20 دقیقه علکه من چشمم روشن شدن گرفت، نفسم هوشید، بسیار خرسان شدم. من ساعت 2 شب خستم. بعد 2 ساعت من ساعت 8 گذراندم، ساعت 2 دیگه خوابم نبود، خستم، نماز خواندم، دعا کردم که خدا مرا به این چی شفا داده. خداوند بسیار منتظری کردم خدا را که ما حالت مرگ من راویدن. گیویف میگوید با رضایت خود بیماران 4 نفر دیگر هم از این دارو استفاده بردند و سلامتی آنها به گفته دکتر خیلی بهتر شده است. دارویی که از آن گیویف استفاده کرده است در هلند استحصال شده، برای دوایی بیماری‌های راه‌های نفسی چاروای کلان و خرد استفاده می شود. این دارو در فهرست سازمان جهانی تندرستی نیز به قید گرفته شده است. اما وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید در این باره هیچ اطلاعی ندارد و برای تبابت بیماری کووید 19 دستور عملی آماده کرده است که طبیبان باید تنها از روی آن عمل کنند. تشکر از عبدالله. و در ضمن داستانی کل تاجیکستان گفت پنگ کردن آوازه و خبرهای بی‌اساس درباره کرونا ویروس در کشور جوابگاری دارد. داستانی کل روز 6 می در یک بیانیه از مردم خواسته است با آوازه های بی‌اساس زیاد شدن حادثه های فوت، بالاروی نرخ‌ها و بسته شدن راه‌های بین منطقه‌های جمهوری داده نشوند. این مطلب آخرین برنامه امروز بود. سپاس که تا این دقیقه ها ما را همراهی کردید. تا صحبت بعدی میتوانید از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید و چون همیشه نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود، همزمان صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما است. صبح فردا من همه شما را در نوید بامدادی با خبرهای تازه منتظرم. تا فردا، خدا نگهدارت.